دادستانی کل تاجیکستان روز 21 دکبر خبر داد که در پیوند به کشتارهای پیهم در شهر کانیبادام که اهالی را در حالت ترس و نگرانی قرار داده بود 4 کس دستگیر شده است. در اظهارات خبری این نهاد تفتیشاتی عاید به کشتارهای مدهش شهر کانیبادام که سال 2024 تمام ساکنان محلی را به دهشت آورده بود گفته شده است که جنایت کشاده شد. در خبرنامه دادستانی کل تاجیکستان مشخصاً گفته نشده است که منظور کدام نوع کشتارها می باشد، ولی به حساب مطبوعات از ماه مارس تا دکبر در کانیبادام دست کم 7 کشتار اعضای عائله ها رخ داده است که در نتیجه 25 نفر کشته شدند. در هر یکی این کشتارها از 2 بیشتر عضو یک عائله کشته شده است. تنها در یک ماه اخیر در این منطقه ولایت سوق دست کم 10 عضو 3 عائله در شرایط مرموز کشته شدند. دادستانی کل تاجیکستان نوشت بازداشت شدگان ساکنان خود کانیبادام هستند. اینها صالح جان خدایبردی فی 26 ساله، احد جان تختای فی 27 ساله، بختیار روشن فی 36 ساله و منوچهر عادل فی 28 ساله می باشند. معلوم نیست خودی بازداشت شده ها درباره این اتهام چی نظر دارند و آنها را در چه شرایط بازداشت کردند. دادستانی کل از این بیش جزئیات نمی‌دهد. تنها تاکید شده است که فعالیت گروه فوری تفتیشاتی تحت نظارت رهبریت عالی مملکت قرار داشته تفتیشات ادامه دارد. پیشتر مقامات تاجیکستان گفته بودند که در پیوند به کشتارهای پیشینه در کانیبادام 2 نفر را دستگیر و زندانی کردند، ولی نزدیکانشان آنها را بیگناه دانستند و معلوم نیست تا کجا آن نفران با این دستگیر شده های اخیر ربط دارند. فعلا هیچ جزئیات رسمی درباره کشتارهای کانیبادام و هم گمانبران این قتل ها در دست نیست. معلوم نیست کسب و کار اساسی این گمانبران چی بوده است. ولی از صحیفه در شبکه اجتماعی ادنکلاسنیکی صالح جان خدایبردی دیده می شود که او ورزشکار بوده است. در چند نوار ویدیویی که در صحیفه چاپ کرده است دیده می شود که در چاره‌بینی های سطح محلی جمعیتی باعث یک ورزشکار با گروهی هنرمندان و داربازچیان هوسکار برآمد می کند، سنگ های وزن می بردارد و یا سنگ را می زند. گمانبران خدایبردی و تختایف ساکنان دهه گلباغ جماعت فیروزآباد می باشند که آن همسایه دهه شرابقله بوده نزدیک به دهه حصارک جایگیر شده است. در شرابقله شب 8 دکبر ساکنی محلی نعیم جان نعمتوف و همسر و 4 فرزندش را کشته پیدا کردند. در دهه حصارک شب 15 به 16 دکبر در 2 عائله کشتار رخ داد و جسد 4 نفر آشکار شد. گمانبر دیگر روشنوف از دهه سنجیدزار کانیبادام است. ماه می امسال در این دهه از 2 عائله یک تاجیک و دیگر قرقیزتبار 6 کس کشته شدند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه دکبر یک ساکن شهر کانیبادام مرد ستاروف پاسبان مکتب دهه سنجیدزار کانیبادام را به حبس ابد محکوم کرد. در حالی که نظر خود ستاروف به این حکم دسترس نیست، پیوندان بعضی از کشته شده ها به قاتل حقیقی یا به کمیش یگانه بودن او شبهه بیان کرده بودند. معلوم نیست نقش بازداشت شده ها در این جنایت ها چی بوده است و تا کجا تمام کشتارهای سال جاری دست کاری آنها می باشد. دادستانی کل تاجیکستان نوشت تفتیشات ادامه دارد. بسیار ساکنان تاجیکستان که از این کشتارهای پی در پی بیرحمانه وحشت زده شده‌اند از خیلی محدود و ناکافی بودن شرح رسمی مقامات تفتیشاتی درباره جریان جستجو و تفتیشات انتقاد میکنند و میگویند مقامات قدرتی باید جامعه را سری وقت خبردار کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.